سلام بچه‌ها، چطورین؟ سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یه منطقه‌ای به اسم شهران تهران، نه شهران گیلان. خیلی خوشگله، یه روستای خیلی بکریه که یه درشه خیلی خوشگلی داره، خیلی جای دیدنی داره. آره خیلی خوشگل و بکره. با ما همراه باشین. 2 تا هم امروز مهمون افتخاری داریم، بریم ببینیم چه خبره. بچه‌ها این استخرگاه زیباکده شهران، در واقع این منطقه اسم شهرانه. یعنی شما بعد از جایی هم باید بیاین که مسیرش جاده، یعنی از رشت به سمت تهران میخوایم برین، نرسیده به رودبار یه خروجی میخوره نوشته شهران. بعد میایید وارد این قسمت میشید، خیلی خوب و خوشگله. الان میخوایم بریم. خب اینجا استخریه که یه خورده همینجا رو پایین کرده میاین به یه همچه استخر میرسید. بچه‌ها قایق سوار دوست دارید؟ آره و پارو بزنیم. نه بابا. آره پارویه. الی بیا باشون برو. باید اونوری بشینی؟ نه برعکس نشستی شما. اونور اون لبا میتونی. من اینجا میشینم. خب بشین. بده من پارو. نه ترس نکن علی. کسی میشه نه بر نمیگه. امید اگه افتادیم میتونی من نجات بدی؟ همین بخواهی خیاطی این میگیری؟ یا خدا دیگه دستاتو خیلی تکون نده، این مرمر نبر، آروم برو.
هرچی میریم جلوتر چیزش بیشتر میشه؟ عمقش بیشتر میشه؟ اصلا زورت میرسه؟ نه واقعا خیلی سنگینه. حالا معلومه چجوری میخوایم برگردیم. دارم خود وایسم ولی واقعا میترسم. آخه وایسیم فایده نداره، باید حرکت کنیم. داریم دور میزنیم. آره. پارو بزن، باری کلم پارو بزن. یه خورده آب داره میاد تو قایق. داریم راه میشیم. بایم داری کج میشی تو. پارو هم نزنی بکنم جای خودش با حرکت جریان آب میره. چرا میزنم دیگه؟ ولی مسیر میره. فرار کردم. آرامشش رو برم زدیم. ولی خیلی خوشگله. بریم. دستت درد گرفت؟ نه ورزش کردی جلو بازو پشت بازو. واقعا ورزشه. اینو من بذارم همین. بخوای شما پیاده شو بده من اونو. شما پیاده شو. باشه بیارم کنار باشم. حل. تجربه قایق سواری هم داشتیم، پارو زدیم و خیلی هم انرژی میگیره. حالا من زیاد پارو نزدم ولی واقعا انرژی هم میگیره. 10 دقیقه‌ش هم 100,000 تومان شد. خیلی ترسناک بود ولی وقتی این ور میشد یه ذره استرس ولی خب اولین بار بود من این تجربه داشتم، خوب بود. اصلا شهران تهران یا شهران گیلان؟ قطعا گیلان. گیلان. چرا؟ چون که هم خیلی خوشگله، خوش آب و هوا، آره. سرسبزه. الان که فصل اردیبهشت خیلی خوبه. آره عالیه. برای اومدن از رشت باید بیایید سمت نرسه به رودبار. یه دونه خروجی میخوره، تابلو زده زیبا کرده استخرجا. آره. حالا ما نکنید اینجا یه جاده هم هستش که قبلا خاکی بود، الان آسفالتش کردن، خیلی خوب شده. یعنی خاکی بود بارون میومد خیلی سخت بود چون خیلی شیب داره، ولی الان آسفالت شده. این مسیر پشت سر منو تا انتها برید میرسید به یه حالت دشتوری که فوق العاده است و یه فضای یه ویو خیلی خوبی رو نشونتون میده. آره حتما بیاین، الان فصلشه دیگه، استفاده کنید، خیلی خوبه. اینجا می‌بینیم که یه آش خیلی خوشمزه داریم به اسم پلور. بله من اینجوری بهش میگم پلور. بلغور با خورده برنج رو میذاریم میپزیم، با روغن اضافه میکنیم بهش، روغن زیتون میریزیم روش و با ماست سیردار. مزه است خدا وکیلی. خوشتون نیومده؟ زنده ای. دو